های گایز، خوش اومدید به کانال اودین. همونطور که قولشو داده بودم با بازی Resident Evil 4 ریمیک اومدیم که واکتورشو بریم و امیدوارم که بپسندید. خیلی بازی فوق العاده، اصلا بحث نداره این بازی، خیلیاتون میشناسید و واقعا فوق العاده است. خب بدون صحبت دیگه، یعنی صحبت اضافه دیگه، میریم سراغ بازی. لیتس گو. خب آقا ما استارتو میزنیم. آره اینم یه چیزایی میگه ماین استوری نیو گیم، استانداردش خوبه همون سراغ. آره بریم سراغ بازی. خیلی هم عالی، خیلی ذوق زده شدن با اینکه قبلا هم بازی کردم. آره خب من دیگه صحبت نمی‌کنم. فکر کنم اشلیه. شد صداشو من ببرم بالا که آره کپکام پرزنس. اوه صدای لیان کندی که میاد اصلا عجیب میشه. The cop inside me died that day. That night Raccoon City was wiped out thanks to the bioweapons created by Umbrella. Somehow I made it out, but too many others weren't so lucky. I was asked later to join a top secret government program. Not that I had a choice. The training, punishing missions, nearly killed me. خب میگه که ما یعنی توی رزیدنت ایویل 2 که دیدید بیشترتون، آره توی اون جهنمی که بودیم خب یه جورایی در رفتیم اومدیم بیرون. الان هم اومدیم توی آمریکا و دختر رئیس جمهور رو دزدیدن و یعنی من لیان کندی رو تحت آموزش‌های مثلا خیلی خفن خوفناک آموزش دیدم و اینا. الان هم باید برم که نجاتش بدم. خیلی چرا من هی صداشو میزنم بالا بازم کمه؟ الان خوبه. من هدفون نمیزنم به خاطر اینکه هدفون میزنم صدای بازی توی رکورد قطع میشه، برای هم دیگه باید هدفون نزنم. بعد یه ذره صدای بازی رو بزنم بالا، بعد جوری باشه که توی ویدیو هم نیفته. بدبختی داره. البته خیلی نسبت به نسخه اورجینالش اصلا زمین تا آسمون بیشتر حتی یعنی تغییر کرده. واقعا کپکام مثلا سنگ تموم که هیچی، اصلا چی بگم، واقعا بی‌نظیر کارش. کپکام واقعا فوق‌العاده ریمیک کرده. پلیس Nature calls, huh? I'll be right back. خیلی خوب. بیا پایین یه هوایی بخوریم. یعنی اینکه اینم یه هوایی بخورم برگردم. خودتون هم میدونید دیگه میله چی کار کنم. سیگار میکشی. خیلی خوب. نه سیگار میکشی؟ نه. جای کریپیه. من اومد اینجا که کارشو بکنه، ولی خب حالا میبینید خوب. ولی خب خدا رحمتش کنه دیگه. بعد اینکه بازم فیلم داریم هنوز، اینو یادم نبود. He sure is taking his time. Did he fall in? این مگس اینجا داره هی یعنی ویراژ میره. ویراژ چی میگن؟
اصلا منو خورد کرده. What's the car? Wouldn't want to get a parking ticket. So much for helping me. خب بازی اینجا شروع میشه و در نقش لیان اسکات کندی ما میریم که داشته باشیم. بله خب بسم الله. بریم که ببینیم چی میشه. چپتر 1. آقا واقعا فوق العاده است بازیش. واقعا من با ایکس باکس پلی میدم و اینکه اصلا چی بگم واقعا. خیلی خوب اینجا که بسته است. از اینجا بریم. یه لحظه من چک کنم ببینم رکورد میکنه دیگه. آره. اوکی. اینجوری میدوه. با این شوک هم میدوه. شوک چی میگن؟ قدیما میگفتیم شوک. آره آنالوگو. خب چی شده این؟ بودو بنشین. کلاوار. اوه واقعا گرافیکش بی‌نظیره. واقعا چی میگن؟ گرافیک ری انجین فکر کنم. آره برو باز کن. مخصوص خود کپکامه البته. موتور گرافیک ری انجین واقعا بی‌نظیره. یا حداقل کم نظیره حالا. آره. Anyone home? کسی اینجا کسی تو خونه نیست؟ اینو من نفهمیدم چیه آخرش. خیلی خب بیخیال بریم. اینجا نبود. بریم بیرون. بدو پسرم بدو. خب آها کلید میخواد. کی آها اینجاست. اوه ظاهر شد پدر سگ یهو. خوبه من هدفون ندارم اگر نه یعنی هدفون نمیذارم اگر نه خیلی ترسناکترم میشود. Busco a un policía. Vino aquí? صداشو نمیشنوم دقیق. فکر کنم داره میگه کلیدی چیزی ندارین داره باز. فکر کنم نمیدونم دقیق. یه کیشو شنیدم فقط. این یارو پلیسه بود. اومد بیرون رفت این پایین. وای نم شو. اوه مای گاد. گردنش شکست. لگدی زد آقا. خیلی قوی بود اونجوری که معلومه. خیلی قوی. از قوی هم اومده. خب بریم. اینجاست گفتن. آره کلید میخواست. کلید رو گرفتیم. بدو باز کنی. خیلی خوب. این در یوز پلنگ گیر دادم. اصلا داریم دیگه. آره چرا تاریک شد اینجا؟ باز کن. یعنی آره همون. اوه این یارو پلیس هست. اوه شت خدا اینا. I read you. What's your situation? The hell's going on? چقدر وحشتناک بود. اونم اون یکی پلیس بود. پلیسه بود بکنم گرفتنش. آره که داشت با بیسی صحبت میکرد. What was that? از کجا اومدیم الان بچه ها؟ اینجاست. خب دری چیزی نیست الان بریم بیرون.
خب از همینجا باید بگید بکنم. آره اوه شت شت بمیر چه گم شو سایت چرا نمیزنه خب یه لحظه شلیک نکرد کثافت باز کن درو دو تا گلوله دارم شت برو تو اینجا که راهی نداره میکنم اینجا باشه نه باید از همجا بریم بچه آخه من 2 تا گلوله دارم اینا چیکار کنم با اینا اینجا میشه بریم آها اوکی فکر کنم یه گلوله اینجا آره اینجا یعنی اگه نه همون گرینرده همون جون خودمون برو تو کسی نیست در ببند فعلا البته حتی جایشو رفتم بازی کردم قبلا ولی خب بعد مثلا فکر کنم 2-3 مرحلهش بود بعد اون رو دیگه خودم هم نمیدونم چی شده اشلی بود آره گفتم Bruce, this is Condor 1. Hunnigan here. What's your sit rep? اوه این دختر اسمشو نفهمیدم آخرش چی بود It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are. اینجوریه Gotta go. Talk later. روز بعدا باید صحبت میکنم فعلا بیخیال من یکم سرم شلوغه Myself out. واقعا از شلوغ اوه شت چه صحنه سینماتیک اکشنی اصلا چی گفتم چه نگاه چی داره چی داره خیلی خوب بریم دیگه واقعا فوق العاده بود این پرشش تو نسخه اورجینالش هم بود خیلی خوب بدو خون ریخته اینجا FPS چند فوق العاده است بازی کلاوه باز کنیم ببینیم چی داره اوکی ممنونم ازت پر کن کلتو پر کن که ببینیم اینجا چه خبره آها سیف کن یه لحظه باشه گن پاودر اینا خیلی به درد میخورن خب سیف اوکی برو کله ها رو میزدیم یه چیزایی میداد بهمون ولی خب الان نمیزنم بخیال این همه گرگه دیدم چیه پشت شده اینجا چی داخلش؟ اوه اوکی خیلی هم عالی بریم جلو چی داشتیم اینجا؟ آها اوکی خیلی هم عالی اون یه نفر اونجا بود فکر کنم بچه ها آره گفتم شا بودو نفشا پدر بمیر بردی یا نه نمیمیره بیشتر اوه آقا اینا چند نفر به یه نفر زدم ولی نگرفت هرچی گله زدم نگرفتش حالا من کارش میکنم بایستا یام شده با خواهد منو بزنم رول اوت چی شد؟ تبدیل شد بکنم بدو دیر رسیدم خیلی خب یه جون بزنیم حالا فعلا بکنم این تا نگیرته هیچیش نمیشه اینجوری مثلا نه زدمش
اوکی. پول خوبه، سکه خوبه. چند تا تله اینجا بود که فکر کنم از پشت دیوار ما رو زد. این چوبه چیه؟ این دیواره چیه؟ هم شد آقا پدرسک. این هم بد نیست. خب اینو بده من. اوکی خوب بود مصرف نکردم این چیزه رو. این بابا ول کنی. اینو گرین هرب چیه؟ ما بهش میگیم جون. کلا بهش میگیم جون. باز کن. خب رسیدیم. نگاهی هم بندازیم اینجا. ببین یه جلو. آقا این خیلی اصلا چی بود اصلا؟ امیدوارم یوتیوب گیر نده به این. خیلی خوب میخوایم از این پشت بریم یواشکی فعلا. خب آهسته اینو بده من. بایسا برو. من چی دارم آروم صحبت میکنم الان؟ یعنی الان صدای اینو نشنید؟ خیلی ابلهه واقعا. بزن کسافت بمیر. از اینجا باید بریم که خیلی بیخیال نمیتونم اصلا. بزن بریم چی میشه. Here we go. آره. Yes. شو برو. بیشرف. آقا شروع شد به شدت خشن. همه اومدن ما رو بزنن. نگاه کن چند نفرن. وای کجا اومد؟ گم شو. چخه؟ آقا چند نفر به یه نفر دونه من. یعنی جوری باید بچرخیم یکم زمان رو تلف کنیم. نمیشه اینجوری. شاتگان رو بریم بیاریم. اینجا بود آره. اگه این بذاره این چه بری توی اتاق چه نرید. این خونه از اتاقیه. اون یارو عره برقیه میاد توی اسکال دادش. اگه نمیرفته نمیومد ولی الان برید نرید کلا میاد کلا اونجاست. یا حسین آره خب بکنم ولی خب من توی این شرایط بودیم چی کار میکردید بچه؟ خب چند تا چیزی پایین هست یارز باید بگیرم برم بالا. اومدن تو اوناش اومد. بدو پسر خوب بدو. شاتگان رو بده من. اوکی نارنج جک و اینا و این خوبه. بلند شو بابا. یه لحظه ببخش. شاتگان الان میخوایم مثلا بزنیم اینجا. اوکی خیلی چیه؟ اینجا شاتگان عالی. وای شرمنده. وای چرا نمیگیره این گلولای من میزنم اصلا تیر تموم شد. اره اومد؟ نه ولی میاد. وای شت خیلی خب دیگه وقتشه که بریم پایین.
بدو پسر خوب بدو. نمیگیری اینو. خیلی خوب باشه. اونجاست. آره بقیه اونجاست. اوه خدای من. چی شده اینجا؟ چی میگی تو؟ چی میگی؟ آقا بریم تو دوباره. باید بشک بازی کنیم با اینا. خیلی خوب. برو بالا. اوکی. نمیگیره این گنده نمیگیره. یا من هدف گیریم خیلی ضعیفه یا اینکه این نمیگیره. برو پایین. بکنم یه دونه جون دیگه هم داشتم. خب اینم آها این خوبه. برو تخمه ما رو اینجا به درمون. وای آقا اینا راستراشکی میخواد در بکنم. چقدر شلوغ شد اینجا. آها من جک برو. یس باشه مانم. وای تو کجا اومدی؟ اونجا شت اومد اونجاست اومد. وای برو بیرون. بشو بابا. همون شد. بچه بخوام یه چیکار ولش کن برو پایین. میبینید با این چاقو میزنه عرش برمیگرده. میخواستم از حرکت‌های کنم که یه لحظه دکمه‌ش رو یادم رفت. میدونید گفتم ولش کن بی خیال برو فقط. خب زنگ کلیسا. خدا رو شکر. خیلی هماری. الان نمیتونیم بزنیم نه. La campana. Los invoca. Tenemos que servir. خیلی خوب. اینم از این. فکر کنم دارن راز و نیاز میکنن ذکر میگن اینجا با هم. چند تا کلیسا درم میبندن و آره. حالا اینقدر از شنیدن صدای یه چیزی مثلا کلیسا و اینا زنگ و اینا خوشحال نشده بودم ولی الان شدم. آره خیلی همالی دمش گرم. اینم میدونی که این شاید جوجیر میکنه این درمو. اینم میدونی که این چیزو میزنه زنگو میزنه. Bingo? همچنین تموم شد. بینگو یعنی ما بردیم. فکر نکنم این بیچاره رو نگاه. آره اینم که اون زنگو ادا میزنه. ادامه گاهی گفتم که بگیم اسپال شد. نه دیگه همه میدونید بابا. خیلی خوب. خیلی خوب بیخواب. اینم از اینجا بریم سیو بزنی. Route to Condor 1. I've identified a route to the lake. Look for a large Yeah, windmill. no, no, no. There's a path on the far side of it. Windmill. Copy that. And be careful. Roost out. کجا بود سیو گذاشت؟ اینجاست؟ خب اینم از این. آقا اینم از پارت یک. حالا خودم سیوش میکنم. دمتون گرم که تماشا کردین. مرسی ازتون. حتما منتظر پارت 2 یعنی منتظر پارت 2 باشید. حتما سابسکرایب کنید. یادتون نره اگه میخواید پارت 2 3 4 اینا رو ببینید.
ممنونم، عشق منه، دمتون گرم. تا ویدیوی دیگه به خدا میسپارمتون. یا علی، خدا نگهدار.